مدرسه 12 کلاسی خیرساز زنده یاد مریم میرزاخانی در شهرک ارم فردیس گشایش یافت. 30% این مدرسه توسط 2 نیکوکار مدرسه ساز و مابقی از محل اعتبارات دولتی تکمیل شده است. یک مدرسه 12 کلاسی خیرساز در شهرک ارم فردیس امروز با حضور مسئولین و دانش آموزان به بهره برداری رسید. چقدر خوشحالی؟ خیلی. چرا؟ چون مدرسه جدیدی ساختن، خب به خاطر اون خوشحالم. قبلا همه مدرسه توی مدرسه قدیمی بودیم، مدرسه شلوغ بود، تون میافتادیم دم راه پله. وقتی که شلوغ بود زیاد سر صدا میشد، ما نمیتونستیم. الان خدا رو شکر مدرسه دیگه ساخته شده، ما بهتر درس میخونیم. مدرسه به صورت مشارکتی احداث شده و در حیات مدرسه ارم به نام زنده یاد مریم میرزاخانی نامگذاری شده و 12 کلاس درس 2 فضای اداری داره. 945 متر مربع زیربناش هستش و با اعتباری بالغ بر تقریبا 15 میلیارد تومان، چون محوطه داره، بوفه داره، سرایداری داره، آبخوری و سرویس بهداشتی هم هستش. شهرستان فردیس با 110,000 دانش آموز و کشور رو به خودش اختصاص داده. ما تقریبا 1.8 سرانه فیزیکیمون و الان زمین هم نیست، درون مدرسه داریم میزنیم. امروز مدرسه ارم اومدیم درون مدرسه 12 تا کلاس خیرین عزیز ساختن. ما در شهرستان فردیس 100 تا ساختمون داریم. برای اینکه به حد متعارفش برسیم و استاندارد 91 ساختمون نیاز داریم. تقریبا همون اندازه که داریم همون اندازه نیاز داریم. با این شرایط هم خیرین مدرسه ساز و مردم نیکوکار با رشد 300% نسبت به سال گذشته پای کار اومدن تا مسیر تحصیل آینده سازان کشور رو هموار کنند. تونستیم نیاز استان که در حدود 3 سال پیش 8000 کلاس درس بود الان برسونیمش به حدود تقریبا 6000 کلاس درس، یعنی 2000 کلاس درس رو جبران کردیم. سال گذشته ما در واقع حدود تقریبا نزدیک 114 میلیارد تومان کمک داشتیم. امسال 318 میلیارد تومان تا همین الان محقق شده، یعنی در واقع انجام شده. در کنار این 47 پروژه که به نظر میرسه که تا آخر سال بتونه حدود بیش از 200 میلیارد تومان دیگه هم جذب داشته باشه، خیرین ما همزمان دارن شروع میکنن به اینکه در واقع کار جدیدتر هم انجام بدن. کاری کردین کارستون، بچه‌ها خیلی خوشحالن. بنده هم خیلی خوشحالم. این افتخار نصیب من شد که بتونیم یه مدرسه دیگه تو شهرمون بسازیم. معامله با خدا هستش و با زبان قاصره که بخوایم در واقع بگیم که چقدر لذت بخشه این کار. در حال حاضر 45 طرح مدرسه سازی هم در نقاط مختلف استان در حال ساخت تا به بهره برداری برسه و بیش از 30 طرح جدید هم به زودی کلنگ زنی خواهد شد.